سلام دوستان، خوش اومدین به کانال آموزش زبان آلمانی. امروز یه داستان خیلی کوتاه براتون دارم. Ein kleiner Hund läuft im Park. یک سگ کوچک در پارک می‌دود. Er sieht einen Ball und spielt damit. او یک توپ می‌بیند و با آن بازی می‌کند. Ein Mädchen kommt und ruft: Komm, spiel mit mir. یک دختر می‌آید و صدا می‌زند بیا با من بازی کن. Der Hund freut sich und rennt zu ihr. سگ خوشحال می‌شود و به سمت او می‌دود. Zusammen haben sie viel Spaß. آنها با هم خیلی خوش می‌گذرانند. Der Hund, سگ، der Park, پارک، der Ball, توپ، spielen. بازی کردن.